آقات خب نه آقات هم میکرده تو مال نه عزیزم ببین نه وایسا نه داری اشتباه اصلا تو مال گوش بده. آخه داری مسیر اشتباه خیر باشه خب میکنه تو مال خودش. من به آسمون نگاه میکنم میگم ای خدای مهربون ای خدای بخشنده ما یه دونه بچه میخوایم. آفرین الان فهمیدم مسئله به این بزرگی خدا گفته که از من بخواید ما هم باید اول از خدا بخوام پس تو این گره آفرین خدا چی میگه خدا هم میگه بنده های من از من برکت از شما حرکت برید حالشه ببرید. نه و چی میگه خدا چیکار میکنه یه بچه رو تمیز میکنه مرتب میکنه میذاره تو پاچه بخچه میپیچه میذاره تو نوک لک لک ها میفرسته در پنجرمون. لک لک ها نمیدونستی؟ نه سیری نکنه تو رو لک لک ها نیاوردن. اشاره به اجرای قبلی همه لک لک ها رو پدر من آورده.